مرا بی صدا فرو ریخت هرچی دندان بود. چون در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور در شهر حصار نیز دوره سوم آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است آغاز گردید. در اینجا اشتراکچیان آزمون از ناحیه‌های ورساب، شهر نو، رودکی و شهر حصار و ترسونزاده برآمد خواهند کرد. داوران نخست اشتراکچیان آزمون را از ناحیه حصار گوش کردند. آزمون را اشتراکچیان در نامینات ادبیات کودکانه آغاز نمودند. در این نامینات از شهر حصار 6 نفر اشتراک نمودند. 5 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و 1 نفر کارمند کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. گل بیبی گل بسر دخترکی پرهنر خمیر کردن میخواهد فطیر کردن میخواهد اما هیزم ندارد اردی گندم ندارد کوزه‌چای او خالی است یک قطره هم آبش نیست جانشین گل بیبی مشو غمگین گل بیبی رفته از پیش از اورون با تو هیزم میاریم از آسیاب کلان اردی گندم میاریم پر کرده کوزه ها رو آب آوریم از دریا اونگاه خمیر کردن گیر اونگاه فطیر کردن گیر. اوبک شیرین ما میرسید میرشکر اوبک بیا بیا اوبک شیرین ما بیا بیا اوبک زرین ما بیا بیا جامک شیرین ما بیا بیا جوی برینم مبارک بیا بیا بهورینم مبارک بیا بیا روون بیشم شتابان بیا تو رو برم با اون بیابان مدد رسان کنیم اون را گلستان بیا بیا آبک شیرین ما بیا بیا جامک شیرین ما. افسانه بسیار زاغک و چلالی. زاغ چلالی را واخورد و گفت که من تو رو میخورم اما چلالی گفت بگذار هم گفتی تو شود اما من میخواستم که پیش از آنی که تو مرا بخوری اول نونت رو بشوی تا اینکه تازه شود گوشتی مزه گوشتی مرا تو بفهمی. به همین خاطر زاغ گفت برای این من باید چیکار کنم تو باید به لب جوی روی. زاغ به نزد جوی اومد و خواست که نولش را بشوید اما جوی آب به زبان آمد و گفت ای زاغ تو منقار افلاست را در آب زلال من نشوی برای این باید تو کوزه‌چه داشته باشی با ظرف باید آب بگیری. تشکر میدانید همه در رساله دلکشای عبید زاکانی از رساله دلکشای عبید زاکانی یک یا دو لطیفه پیشنهاد کنید. عبید زاکانی کوتاه قامت به نزد انوشیروان عادل برای داد آمد یعنی که شکایت آمد گفت شاه گفت و کوتاه قامتان کسی اعراض نمیگیرد و آنها را کسی تحقیر نمیکند. این گفت اون شخصی که به من اعراض گرفت از من هم کوتاه‌تر بود. برفی فراوان بارید برفی درخشان بارید با دشت و صحرا نگر لباسشان شد دیگر شد باغ و میدان سفید دال و درختان سفید. آفرین. شعری رقاصه از موجوده حکیموفه کمزولچه اش اطلسی توفلیچه اش یلتسی تاقچه اش آهری پیراهنش پرپری دورویش مثل انار ککلچه هایش قطار موسیقی را دانسته پا میماند آهسته دست افشانده به هر سو میکند رقص خوشرو از رقص زیبای او ناز و تمنای او از چرخ گشتنی او از تمنای دلجو به خانه نور بارد شوق و سرور بارد. محواره رو میکوبم نمیوبم سرسری دستی بابا سرسری دستی ماما سرسری دستی خاله سرسری دستی لاله سرسری دستی اما سرسری دستی همه میگشت سرسری دست
از آنجا کجا شده است؟ ها اکنون فهمیدم، با چشمان خود دیدم. از سر دست بابا، از سر دست ماما، از سر دست خاله، از سر دست لاله، از سر دست عمه، از سر دست همه خوبش برده است و مانده است، در گهواره خوابانده است. کجا شده ماهواره؟ ماهواره در گهواره. اپا جانی نغزی من، بادامی دو مغزی من، امشب شبی تویتان، مانندی مه رویتان. اپا جانم با ماشین، بیا همراهی ماشین، خانه نو میبریم، خان و پلاو میبریم، با نغمه دفوتار، با سرود یار یار. بای چچک ای بای چچک، اپا جانم کلینچک، سالی دیگر همین وقت می جنباند بلینچک. تشکر. شعر وطن از استاد ترکمنزاده. 4 مصری اولش را خون. بهار آمد، زی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. تمامی زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. با مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. تشکر. дӯстдорони адабиёти классик низ дар шаҳри ҳисор кам набуданд. ҳар як нафаре ки дар ин номинатсия баромад мекард, кӯшиш менамуд ҳама дониши азбарнамудаашро пешкаши ҳакамон намояд ва ба даври минбаъда роҳат ёбад. بیا ای جان، بیا ای جان، بیا فریاد رسما را. چو ما رو یک نفس باشد، نباشی یک نفس ما را. در عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت در غم، زی عشقی تو نبس باشد، زی حالی تو نبس ما را. کم از یک دم زدن ما را، اگر بر دیده خواب آید، غمی عشقت بجنباند، به گوشن در جرس ما را. لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده، که بر وصل لبت یک روز باشد دست رس ما را. با آب دیده حیوان حیات انوری را ده، که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی. تمتع زی هر گوشه یافتم، زی هر خرمن خوشه یافتم. تولای مردان این پاک بوم، برانگیختم خاطر از شام و روم. دریغ آمدم زان همه بوستان، ته دست رفتم بری دوستان. تشکر. در این اقصا چیست؟ کلمه اقصا گیردی عالم. کلمه تمتع چی؟ تمتع و خوشه اثر تمتع زهر هر چیزی که به خود ضروری بود گرفتم. دل و توکی همه جوی منی را، چی دوری دوست هر ز دشمنی را. چرا جوی وفا از بی وفای، چی کوبی بیهوده سرد آهنی را. ایو سوسن بناگوشه کی دوری، برشکی خیشتن هر سوسنی را. یکی زین برزنی ناراه و برشو، کی بر آتش نشانی برزنی را. دلی من ارزن عشق تو کوه، چی سایه زیر کوه ارزنی را. ببخشا ای پیسر بر من ببخشا، مکش در عشق خیره چون منی را. بیا اینک نگاه کن رودکی را، اگر به جان روان خواهی تنی را. کعبه کویش مراد است این دلی آواره را، با مرادی دل رسان یا رب منی بیچاره را. دل در آن کو رفت و شد آواره، من هم می روم تا از آن آواره تر سازم دلی آواره را. در میانی خار و خارا گر تو همراهی منی، گلشیناسم خارا دیبا شمارم خاره را. گر از این درویش به این دامن وصل می رسد، پاره می دوختم این دلق پاره پاره را. سوی زلفش رفتم و دیدم که در بند دل است، جز من شبرو کی داند
مکر این نیاره را. پیشینا اهلان چی حاصل ذکری پردانی کما. دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزن خواره را. مخمس از سیدای نصفی در چمن امروز بلبل مستی گفتاری خود است. کبک در کوهسارها در بندی رفتاری خود است. سر و مغروری قد و گل محوی رخساری خود است. هر کی را بینم در این عالم گرفتاری خود است. کاری حق در طاق عصیان مانده در کاری خود است. دل درونی سینه‌ام از آتش غم جا گرفت. روزگاری شد که در ویرانه هستم مقیم. می کنم پیوسته یاد از عهد یاران قدیم. این ندا آمد به من از خاک موسی کلیم. خیزر آسوده است از تعمیر دیوار یتیم. هر کسی را روی در تعمیر دیوار خود است. خانه بردوش ما را حاجتی دستار نیست. پیکری ما را لباسی تازه در کار نیست. سیدا ما را نظر بر چشم دنیا دار نیست. چشم صایب چون صدف بر ابر گوهر بار نیست. زیر بار مینتی تبی گوهر بار خود است. دلبر جانان من بر دل و جان من، بر دل و جان من، دلبر جانان من. از لب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من از لب جانان من. روضه رضوان من خاک سری کوی دوست، خاک سری کوی دوست روضه رضوان من. در قسمت دیگری روز دانش داوطلبان از ناحیه شهر نو سنجیده شد. باید گفت که از ناحیه نامبرده در اینجا 23 نفر اشتراک نمودند. آزمون را اشتراکچیان در نامیناسیون ادبیات کودکانه آغاز نمودند. ایرج میرزا مادرنامه یک شعر مادر بخوان. گیند مرا چه زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آمود. شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آمود. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد گفتن آمود. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گلش شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان نباید خوب تر شد. شما هم در نوا آید باید که تا از باغ منی گل کشاید. سحرگاهان گلستان و دبستان تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینه، چرا در کنج بیکاری نشینه؟ بیایید ای رفیقان درس خانه، به بیکاری و نادانی نمانه. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. خب علی بابا جان کتابچه عثمان از بازار آورد دو کتابچه عجیب. هر دو کتابچه هم داشت صورتچه های بزب. اکا جان با من دهید، با من دهید اکا جان. عبید رجب شمال خنک میخورد. شمال خنک میخورد؟ پرسید از مادر انور. مادر بگفتا که نه، انور نکرد باور. چرا از نو بپرسید؟ آدم در او کش آید، شمالی خنک در او بخور نمیدارد. همه گلشهر سلیمانوه یک چند شعر خوب دارند. شعرهای خوب البته زیاد دارند. همه بهترین شعرشان با فکر تو کدام است؟ بی جان نمی آید. بعد از این چی؟ گلی انار میدونی؟ خواهرکم بخواه همین. گلی انار، نغمه تار، بوی بهار، خواهرکم. علی شب، خنده لب، خانه گپ، خواهرکم. مرغ سحر، شیر و شکر، رنگ پسر، خواهرکم. تشکر. در بغلی ما کتاب، لب لبی رودی پرو. مثلی سبا باشی تو، شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. مکتبمون بر هوا، خاطرمون پرصفا. از پی تحصیل ما شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. تو همه خوشخوان شویم، صاحب دوران شویم، لایق دوران شویم. شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. من حاضر چیستان میگویم از همه روی خطی که پیشنهاد کردی. من جوابش را میگویم خون.
خودی چیستونه شمال شمال به دست میوه میکند از شاخه های بلند به پای جوس میپرد از جوی آب کن آب صاف و به غبار عکسی همه چیز در وی نمودار لولا بوزی چایی با جان خریدایی بی یافتیمش از زار پویا از جیهایی همسایا کاناری مغزاره دار لبی چشم ساره بوزیچه سبزه میخورد های قبضه میخورد بوزیچه با چایو با جون خریدایی بی هر دو از دو تشکر با شما هم خرسک از هر دوزی رفت خرسک آرو گزید وی داد گفته می دوید خرگوش بچه می خندید گفت روی بوهی روی مر سرخ نمی خورم گوشت مرغ زنبوروغم می فورد او استخوان ندارد نکندیمش جان باور بروی بوهی هیلگر سنجاب در سبچه آورد 3 تا کلچه یک تا زنش میخورده است یک تا خودش میخورده است یک تای دیگری آن کی میخورد دیمش جان از کارهای افندی حیران شده میخندی یک لونده صابون را او حلوا گفته گزیده است از درد شکم هر سو وای وای گفته دویده است کلوچی نپنو را زورقچه گمان کرده است آهسته آن را به او به دریا روان کرده است عصای دادایش را اسپه گفته دوانده است توپی همسایه‌اش را تربوز گفته کفانده است از کارهای افندی حیران شده میخندید. Иштирокчиён дар номинатсияи адабиёти классик низ 6 нафар буданд. Аз ин миён як нафарашон омӯзгор ва боқимондаҳо хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд. ای قومی به حج رفته کجایید معشوق همین جاست بیایید معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورتی بی صورتی معشوق ببینید هم خواجه و هم قبله و هم بنده شمایید 100 بار از آن خانه بدان راه برفتید یک بار از آن خانه بدان بام برآیید آن خانه لطف است نشانهاش بگفتید از صاحب آن خانه نشانه بنمایید ای ساربان آهسته‌ران کارامی جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او گویا که نشه دور از او تا بر زبانم می رود با این همه بیدادی با عهدی بی بنیادی در سینه دارم یادی تا بر فیغانم می رود محمل بیدار ای ساربان تندی مکن با کاروان کز عشق آن سروی روان گویا روانم می رود در رفتنی جان از بدن گویند هر نوع سخن من خود به چشمی خویشتن دیدم که جانم می رود سعدی فیغان از دستی ما لایق نبود ای بی وفا تا قد نمی آرم جفا کار از فیغانم می رود درست با دویلو بقوی یگون پورچه رو نقل کنید یاقوت و هندو خواجه خب این
حکایه یاقوت و هندوخواجه برادرانند. پدرش پادشاه بود و این دو برادر را خواست که برای کسب آموزی آنها را به جای دهد و یاقوت را برای خوشخط‌نویسی به معلم داد و هندوخواجه را باشد برای تیراندازی داد. و اما در طول چند وقت آنها از روی این کسب برآمدن نتوانستند، زیرا که یاقوت تیراندازی را دوست می داشت، هندوخواجه باشد نقاشی را دوست می داشت. و بعد پدرش فهمید که باید پسران را از روی شغل دوست داشتهشان به کسب آموزی دهد و همین طور هم کرد. هندوخواجه را برای آموختن خطاطی داد و یاقوت را باشد برای تیراندازی و در مدت کوتاه این دو نفر از روی مشغولیت خودشان مشهور گردیدند. تشکر. گرچه من لیلی اساسم، دل چو مجنون در حواست، سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیری پاست. بلبل از شاگردیم شد هم نشینی گل بابا، در محبت کاملم پروانه هم شاگردی ماست. در نهان خونم ظاهر گرچه رنگی نازنین، رنگی من در من نهان چون رنگی سرخ اندر حناست. بس که باری غم برون انداختن بر روزگار، جامه نیلی کرد اینک بین که پشت او دوتاست. دختری شاهم ولیکن روی به فقر آورده ام، زیب و زینت بس همینم نام من زیب و نساست. حکایتی اندر امانت نگاه داشتن. روز شخص به گرمابه رفتنی شد و با همراهی خود وقتی که او به راه برآمد یک دوستی از نزد او پیدا شد و او به همون دوستی خود انمو خلطه چرمین خود را یعنی انبان خود را داد و گفت که تو همین تا وقتی که من از گرمابه برآمدم همین مال مرا نگاه دار. اما وقتی که همون وقت تاریک بود او نمیشناخت آن شخص دوست بود و او را دوستی خود خیال کرد. وقتی که همون خلطه او را به او داد و او را امانت نگاه داشتن را فرمود، او به آنجا وقتی که همون مرد به گرمابه در آمد و برآمد همون مرد را دید، بعد گفت ای مرد. بعد آن مرد همون شخصی که به گرمابه در آمده بود گفت که این خلطه چرمین شماست. گفت که آخر من این خلطه را به شما نداده بودم، به دوستی خود داده بودم. گفت که من آن دوست نبودم بلکه دوست بودم. بعد گفت که وقتی که تو دوست باشی برای چی این خلطه زر را نبردی؟ او گفت که من امانت کسی را نگاه داشتم و به آن خیانت نمیکنم. در نامیناسیای سیوم یعنی خوندن و از برنمودن اشعار ادیبان معاصر نیز از ناحیه شهرنو 6 نفر اشتراک نمودند. هر یکی با تیاری جدی آمده بود و کوشش می‌نمود به دور دیگر رو خط گیرد. در این گلشن به قدر زنده بودن دوست باید داشت، به حق یک نفس فرخنده بودن دوست باید داشت. جهان زیبا، زمان زیبا، زمین و آسمان زیبا، چو خواهی در میان زیبنده بودن دوست باید داشت. هزاران سال شد گل پیش بلبل ناز می‌ورزد، چو گل بهر دم پرخنده بودن دوست باید داشت. زمستان را زمانی رفتنش شکرانه میگویند، برای چون بهار آینده بودن دوست باید داشت. به چشمی بد اگر بینی رخی آینه پرداغ است، دلت با نور نیک آگنده بودن دوست باید داشت. محبت نامه ها ای آذرش از هرچی بسیارند، برای عشق را ارزنده بودن دوست باید داشت. به وصفت داستان دارد دلی من، به مهرت پاسبان دارد دلی من. گر از نیکی تو مردم بپرسند
1001 زبان دارد دلی من. سری سبزت ز عشقت سبزتر شد، بهاری به خزان دارد دلی من. بدیدم عکس خود را من به چشمت، جهان در جهان دارد دلی من. زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست. گر مثال روزگار آبد کند مسکین مشو، مرد باش ای خسته دل، شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت باران دور، آسمان را گو برو، بارندگی در کار نیست. گر به شرطی پای بوسی سر بماند بر تنت، جان ده و رد کن که سرافکندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بحر آزادی جدل کن، بندگی در کار نیست. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است، همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداری است. به خون ناب هر خاک شود آلوده جان دارد، تنی را به غمی جانش نمیبینم وطنداری است. تنور از آتش و آب و نمکدانش غذا گیرد، نشانی خوردن نانش نمیبینم وطنداری است. همان مرده که از تیری عدو دارد جراحت ها، ولی چشمان گریانش نمیبینم وطنداری است. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمعی پریشانش نمیبینم وطنداری است. روزی بسیار دراز استاد ارون کوساد درباره مرزا ترسون نه درباره استاد سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی میروم. بسیار خوب. همه از بهمنیار سرمده رو خواندی ها؟ بله. کدام حکایه یعنی حاکمی سرمده استاد بهمنیار، یعنی درباره یعنی قهرمان اساسی بسیارتر درباره بابای سلمان میرود که آن را مثلا بعد بابای نبات نیست مینامیدند. درست است. سیف رحمزاد افردی ستاره های سر تنور. بله. قهرمان خردسالش دخترک بود یا پسرک؟ قهرمان خردسالش دخترک بود، نامش رابیه. تشکر. از کوه سنگی چون فیته، صد سنگ را بیجا کند. مردی چون مردی کند، صد مرد را رسوا کند. نادان چو دانایی کند، احسن بگوییمش همه. ولی چه بیتوان کرد اگر نادانی دانا کند. شوقی اگر سرکوب شد، ناخوب شد ناخوب شد. از کور ذوقی داد اگر ایستیزه و بینا کند. هر کس تواند رود را بر جویها سازد جدا، آن کیست که از دریا دلی یک قطره را دریا کند. هر کس تواند مرده را بر خاک بسپارد، ولی آن کیست خاکی مرده را تاج سری دنیا کند. من با کسی هم داستان ای دوستان ای راستان، که امروز خود را قوله زینه تا قوله فردا کند. Был один врач в одном районе, который его звали Леандр. И он очень был умным, но никто не поверил, что он такой умный или он что-то умеет делать. После одной это приключений все верят в нем, что он умеет что-нибудь делать. Когда приходит одна девушка и говорит, что у меня почки болят, и он думает, и врач вот Леандр думает, что он как-то врет. اشتراکچیان نامیناسیای ادبیات جهان نیز خیلی فعال بودند. در مجموع 5 نفر در آزمون ادبیات ازبرنموده‌شان را پیشکش حکمان نمودند. Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес — моя колыбель и могила нес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я тебе спою, как никто другой.
Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей, у всех золотых знамен, у всех мечей. Я ключи замкну и псов прогоню с крыльца от того, что в земной ночи я вернее пса. Я тебя отвоюю у всех других, у той одной. Ты не будешь ничей жених, я ничей женой, и в конце я возьму тебя, замолчи, у того, кто Яков стоял в ночи. Будь то Урганда или Моргана, но я люблю, когда во сне все из прозрачного тумана спускает фея стебель стана ко мне в полночной тишине. Под лютний рокот лавины она поет мне песни те, что в старость сложили паладины, и я вас и вижу исполины в могучей вашей красоте. Она за все, что есть святого, велит сражаться до конца, велит держать в руке суровой меч рыцаря к боям готовой и арфу звучную певца. Глуши, где я брожу часами, она мой вездесущий друг. Своими нежными руками луч солнца превращает в пламя и в голос превращает в звук. Она, укрывшись в речке горной, о чем-то шепчет мне тайком, и белый аист ей покорный со шпиля колокольни черной меня приветствует крылом. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свежит, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Не надо нам земли чужой, свою мы создаем, и одарил ей водой, могучей водой. Не засуху, не дорог, не раскаленный прах, благоуханный не сеть, здесь об ветер на крылах. Не будет больше черных бур, губящих как самом. Увидев свежую лазур, пустыня каракум. باید گفت که دورسیوم ازمون در شهر هیسور ادامه دارد. با شبکه بهاری سام بمانید و از رفتیم بعد آن با خبر باشید.